السلام علیکم دخترکان، دوستانهای عزیز، اپاها و خواهرهای عزیز و مهربان. خوش آمدین به کانال ما. امیدوارم که همه شما خوب هستین. شخصانی که به کانال ما هم نو آبونه شدن، شما هم خوش آمدید. امیدوارم که ولاگ ها و نوارهای ما هم به شما پسند میآید. در اینجا من چیکار کردم؟ نوار خدمت چی کردم؟ نه سر کردم، کمتر گندم سمنک میمونم نصیب کرده باشد. اینجا در مومش قدر گندمون روان کردن خشتامانم آورده بودن. وقتی رفتم پیشان رفته بودم اما سیتکه گندم دادن، گفتن که برده سمنک مونین. انم سمنک آوردم حاضر اینجا در میشم بعد ترش میکنم. خیلی بسیاری ها میدونن، خیلی هم کسی که نمیدونن باز از این نواری ما امیدوارم که یاد میگیرن سمنک موندنه. نواری ما را همراه ما باشه، نصیب کرده باشه در اینجا سمنک مونیمون. با نوارهای آینده انشالله که سمنک تیار کردن و پختن شه همشه ایقا شما با شما برای شما نوار کرده نشان میتیم. نم خیلی جدا نمیدونم چند کیلو سمنک این یک سالفن سیاه کپره در کنیا نم سالفن تنگه. انم خیس گرفتم چیزا گندم میشویم تازه میکنم میرم اما جانش روژه تازه کده بدهن. خس خشک زیادی برای ما تیاره کده بدهن، رحمت کلان با واقع تازه کدهن و ما آورده من امجاده میشومشم درم کسترولکه آو گرفتم میمونم ایسته. بعد یه چیز دیگه گفتنی بودم که دوستان عزیز، ما کانال دیگری ما محکم نکردن، ضعیف کردم که کردم چند بار قبول نکردن. ما هر نوار ویدیویی که در او کانال موندگی بودم ایقلا گرفته در این کانال میمونم. تاریخ های روزش شاید که یکم سال پیش باشه که نوارهای پیشینه یکی باشد خیلی بفهمین که نوارها ای کانال دیگریم گرفته. من میخوام که همه این ولاگ ها و چیزا در یک کانال مونم. نمیدونم برای چی ضعیف که همه کانال ما 3 بار شد روان کردم قبول نکردم. برای ما همه این ویدیو و چیزا را ایک روی کانالم گرفته و دلیت کردستم در کانالم موندن میگیرم. انمی نواری که پیشکی دیده بدین نواری از کانال فاطمه تریبرات اپایی که گرفته بودم، اپای فیروزه بود بفرما از هم کانالی هم و گرفته بودم پخته بودم. قریب یک سال یک نیم سال نوار پیشه در او کانالم قریب چند صد پرسموتر داشت. انم را گرفتم در این کانال با پرتافتم برای که ایقلا گفتستم که همه ولاگا و نوارها ما گرفته در این کانال موندن میگیرم و او کانال ما دلیتش نمیکنم. من یک تا نواری آرایش دسترخوانم کانال دستودگی انم میسته اگر که با روان میکنم ضعیف که تا وقتی شد تا کانال محکم کردن ما هر دفعه روان کردن میگیرم. و کانال ما برای قبول نکردن که میگن پفتارنی کانتنت، اما پفتارنی کانتنت های اینستاگرام چی گرفته گیره و دلیت کردم نمیدونم چی باشه باید پفتارنی کانتنتش. برای همین ایالا ولاگا ما گرفته در این کانال موندن میگیرم اوشا و دلیت میکنم و امیدوارم که در نیت من است که چی میکنم. این ایجا در نوار من چخه که دیده استین سمنک منم خریشه زد. من موندمش 2 روز ایستاد گویا قریب 2 روز داشت 2 روز پرم نیم تر کده موندم. همین سهر مامش زنگ زدن کنی بین چشید سمنک دان گفتم حاضر میبینیم منم خیلی ریشه کده ما گرفته لگن اتزا تیار کده منم خیلی تنکشون کدم. بینه اینجا نوار کدستم در راستی چی میتوه انم خیلی چند تا پدناسو شد. بعد وقتی تنک کدن انم خیلی بسیاری بعد نم پر نمیمونه چخه میگه خیلی غوصی بعد تنکش نمیکنی که پایانش رنگ خمیرک میشه و خشو نمیشه. انم خیلی ریشه چه کده دیدن من ایقلا بعد گرفتم انم پدناسو دانم خیلی تنک کردم و در همینجا موندم. و هم سخنایی که شما داشتم خواستم شما گپ زنم انم گپارم و باقی سربلند خانه آباد باشین و امیدوارم که نوارهای ما را تماشا میکنین. ای قطیچک خیلی نوک شکافکی هسته من به هم گرفتم آوشان شپیدم. اکی را تست آو شپیدن میگیریم که خشرو ریشه کنه چکنه را به آو نمیمونیم قاق نشود. خیر دوستان عزیز تشکر.